زندگی پر مشغله است. دنیا پر سر و صداست. آرام بودن سخت است. همه ما به یک جای آرام نیاز داریم. کجا می توانیم آرامش پیدا کنیم؟ چگونه می توانیم ذهنمان را آرام کنیم؟ جواب درون ماست. خدا درون شماست. او همیشه آنجاست. این را به یاد داشته باشید. خدا همیشه با شماست. Pronounced with a Persian accent. وقتی احساس تنهایی می کنید، خدا را به یاد بیاورید. وقتی می ترسید، خدا را به یاد بیاورید. بودن با او آرامش می آورد. در یاد او دلها آرامش می یابند. Pronounced with a Persian accent. در یلها آرامش می یابند. با آسمان نگاه کنید. بزرگ است و تا بی‌نهایت ادامه دارد. عشق خدا مثل آسمان است. به یک رودخانه فکر کنید. آرام جاری می شود. آرامش خدا در شما جاری می شود. به خدا اعتماد کنید. او با شماست. در عشق او آرامش پیدا کنید. چشمانتان را ببندید. نفس عمیق بکشید. خدا را به یاد بیاورید. آرامش خود را پیدا کنید.